ارادت، من یوتام و خیلی خوش اومدید به چنل یوتالیس. قسمت اول سریال بامداد خمار ساخته نرگس آبیار منتشر شد. سریالی برگرفته شده از یک رمان عاشقانه نوشته خانم فتانه حاج سید جوادی در سال 1374. یکی از معروفترین و پرخواننده ترین رمان‌های ایرانیه که بسیاری از منتقدان این رمان رو نمادی از واقع گرایی اجتماعی در دهه 70 ایران میدونن. این رمان مضمون و پیام جالبی هم به مخاطب میرسونه. حالا پیامش چیه؟ اینکه موضوع اصلی رمان مربوط به تضاد عشق و عقل و تفاوت طبقاتی در جامعه سنتی ایرانه و نویسنده تلاش کرده نشون بده که عشق به تنهایی برای دوام یک ازدواج کافی نیست و باید تفاهم فکری و فرهنگی و اجتماعی هم وجود داشته باشه. بریم سراغ سریال. از نظر بینندگان و تماشاگران شروع سریال خیلی راضی کننده بوده و عملکرد خیلی خوبی هم داشته. سریال مربوط به عاشقانه های رحیم و محبوب است. آقای نوید پورفرج در نقش رحیم و خانم ترلان پروانه در نقش محبوبه. من خودم این رمان رو نخوندم ولی طبق تجربیات یکی از دوستانم عملکرد سریال با رمان مون نمیزده، در این حد که میگفت انگار شخصیت رحیم از لای کتاب اومده بیرون. حالا این نظر بر چه اساسه؟ بر این اساس که رحیم به خاطر نجاری عضله‌های قوی و برجسته داشته و پوست تیره و موهای آشفته و پیچ و تاب خورده‌اش دقیقاً با رمان مو نمیزنه. انتخاب نوید پورفرج در نقش رحیم به نظرم یکی از بهترین انتخابا بود، چون آقای پورفرج بازیگر پرپتانسیل و جذابه مخصوصاً برای این نقش. ولی خب متاسفانه ایشون کمتر توی سینمای ما دیده شدن. حالا نمیدونم که آیا هر نقشی را قبول نمیکنن یا به دلایلی دیگه. اما در مورد نقش در این سریال به قول دخترها ایشون از نظر قد و استایل کراش یا تایپن. در مورد انتخاب ترلان پروانه قضاوت نمی‌کنم با اینکه چهرهشون متناسب با حال و هوا و افراد دوران تاریخی فیلمه، ولی به نظرم نقش محبوبه میتونست انتخاب‌های جذاب‌تری هم داشته باشه، چون من خودم شخصاً از انتخاب ایشون اونم در نقش محبوبه جا خوردم. داستان سریال هم اینطوری آغاز میشه که محبوب دختری از خانواده اشرافی بوده که در همون دوران جوانی عاشق جوانی نجار به نام رحیم میشه و به مرور موضوعاتی پیش میاد و یه سری اتفاقاتی رخ میده. بیشتر از این اسپویل نمی کنم چون حیفه، لطفاً کاملش رو تماشا کنید. خب اینم از قسمت اول سریال بامداد خمار. حالا نظر شما درباره قسمت اول چیه؟ توی کامنت ها بنویسید و اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا قسمت بعدی بدرود.